امروز شنبه 10 آبان ما در همون منطقه‌ای حاضر شدیم که در اون فیلم دیده میشه یک نفر رو دارن کتک میزنن. بعد از اینکه پلیس اون ضارب رو دستگیر شده، به اتفاق ضارب اومدیم در محل ببینیم که ماجرا از چه قراره. خب توضیح بده که چرا این پیرمرد کی بود که این کتکش میزدی؟ پیرمرد آقام بوده. آقا کتکش میزدی؟ چرا میزدی آقا تو؟ بخواستم هر یعنی 24 ساعت یه دو تا پوشاک تمیزش میکرد. بالاخره یه فشاری به اون، فشار روحی روانی داریم، یعنی فشار زندگی خیلی به اون فشار اومده. چه فشاری بهتون اومده؟ فشار اومده که این پیرمرد افتاده تو گردن خودم. هم دو تا من خانم طلاق دادم. همینطوری ایستاده بوده آقام، همینطوری ایستاده بوده. خلاصه می‌خواستیم تمیزش کنیم، نمیسته. گفتم تکیه بده به دیوار، نمیتونه بیسته. حقیقتش نمیتونه، چون نمیتونه وایسه، توان نداره و کتکش میزنی. آره همسایه‌ها میگن روزی 2-3 بار کتکش میزنی. نه بابا نه، اصلا اشتباه کردم. تو زندگی من یک اصلا اینطوری تا حالا تو عمرم نشد. شما به عنوان همسایه تا حالا چند بار دیدی کتک بزنی؟ والا هر روز که من صدا میشنوم 2-3 بار. یعنی 2-3 بار روزی 2-3 بار پیرمرد رو کتک میزنه؟ روزی 2-3 بار. چرا تا حالا نگفتین؟ حالا شاید خودشون نگن این پیرمرد که نمیتونه به پلیس بگه. شما چرا نگفتین؟ خب نمیتونم دخالت کنیم که گفتین یه شهری بشه. شما وقتی همسایه‌ای میبینید یه همسایه‌تون داره کتک میخوره، اونم پیرمرد ناتوان، بعد به پلیس 110 تماس بگیرید. گفتیم شهر بشه، به خاطر همین. چه شهری میشه دیگه؟ غلط کردم، اشتباه کردم. تو اولین باری تو این کار کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پی انتشار فیلم ضرب و شتم احدی از شهروندان در فضای مجازی، بلافاصله پلیس به موضوع ورود کرده و عامل ضرب و شتم شناسایی و دستگیر و تحویل دستگاه محترم قضایی گردید. با پیگیری پلیس تعدادی از خیرین عزیز نیز ورود کردند که بتونن انشاءالله مشکلات رو حل و فصل کنند.